پس از حمله بی‌سرنشین‌ها در اردن که سبب مرگ 3 سرباز آمریکایی شد، قصر سفید زیر فشار است. از آن طلب دارند که به حمله پاسخ دهد. ماموریت کاخ سفید باور دارند که در این کار ایران دست دارد، ولی جزئیات ندادند و نگفتند که قدم نوبتی چی خواهد بود. من از این منبر درباره یگان ضربه خبر دادنی نیستم. به مقابل پرزیدنت و تصمیم او هم چیزی نمیگویم. طور خود او دیروز گفت ما پاسخ میدیم. ما این کار را طبق نقشه و وقت خود انجام میدهیم. ما این را طور خواهیم کرد که پرزیدنت چون فرمانده عالی در پاسخ به کشتار سربازان آمریکایی از سوی گروه‌های زیر حمایت تهران تصمیم میگیرد. با این حال کبری به یک نکته تاکید کرد. ما قصد جنگ با ایران را نداریم. ما در پی مناقشه حربی با نظام نیستیم. مقامات ایران اعلام کردند که در حمله بی‌سرنشین دست ندارند. ما به دنبال تنش با هیچ طرفی، حتی با دولت آمریکا در منطقه و خارج از منطقه نیستیم. رهبر نیروهای ناتو در واشنگتن هم انگشت اشاره را سوی ایران دراز کرد. ما می‌بینیم که ایران ناآرامی را در منطقه ادامه می‌دهد. ایران همچنین برای حمایت از تروریستانی که به کشتی‌های بحر سرخ حمله کردند مسئولیت دارد. رفتار تهران جهانی بدون قانون قاعده را می‌ماند، پیشگویی نشونده و خطرزا، جهانی که امنیت ما در آن تا رفت گرانتر می‌شود. این حمله هم یکی از پیامدهای عملیات دوامدار حربی اسرائیل در نوار غزه است که بعد حمله حماس به ساکنان آسایشته شروع شد. تحلیلگران به یک نکته دیگر تاکید می‌کنند. روشن است که اگر استراتژی ایالات متحده آمریکا در این 3 ماه پیشگیری از تشنج وضع در منطقه بود، حالا ناکام شد. ولی در پایتخت اردن دورتر از محل حمله پهپادها، تحلیلگران و ساکنان برینند که این حادثه آغاز یک بخش نو در مناقشه هاست. واقعا این حمله یک جنبه نو در این نزاع است. هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در داخل اردن یا در مرز با این کشور به این معنی است که حمله ها از سوریه به عراق و اکنون تا اردن رسیدند.